سلام، وقتتون بخیر عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه. میریم با ادامه فصل مخلوط‌ها. اگه یادتون باشه از جلسات قبل اومدیم اجزای تشکیل دهنده محلول ها رو گفتیم، یعنی مخلوط های همگیر رو بررسی کردیم و بعدش اومدیم انواع محلول ها رو گفتیم، گاز، مایع و جامد و نمونه های مختلفش رو بررسی کردیم و قرار شد که خودرا آزمایید رو حلش کنید. من برای این خودرا آزمایید یه جدول میکشم برای اینکه راحت تر حل بشه. خب اسم محلول ها رو می نویسیم و میریم سراغ حالت محلول ها. سکه چه حالتی داره؟ بله، جامد. خب قبل از اینکه نوع محلول رو بنویسیم میریم اول حلال و حل شونده‌ش رو می نویسیم. حلال سکه طلا چیه؟ خب مشخصا طلا، چون از همه فلزات دیگه بیشتر به کار رفته. حل شونده فلزات دیگه است، حالا اینجا نقره و مس. خب بعد حالا نوع محلول. برای اینکه نوع محلول رو بنویسیم حالت حل شونده رو اول و بعد حالت حلال می نویسیم. حل شونده نقره و مس جامدن، حلالمون هم جامده، پس میشه جامد در جامد. اما نوشابه حالت محلول چیه؟ مایع. حلال و حل شونده، حلالش که مشخصا آب، حل شونده گاز کربن دی اکسید، عصاره نوشابه و ایناست. حالا نوع محلول گفتیم اول حالت حل شونده، خب گاز کربن دی اکسید گازه و بعد حالت محلول و حلال، پس میشه گاز در مایع. بقیه به همین شکل. چای شیرین حالت محلول مایع هست، حلالش آب یا چای، حل شونده شکر یا قند فرق نمیکنه. حالا شکر و قند جامده که در مایع حل شده. هوا حالت محلول گازه، حلالمون که بیشترین گاز هست نیتروژن، بقیه گازها میشن حل شونده که همشون هم گاز هستن، یعنی گاز در گاز میشه. خب حالا که با حلال و حل شونده در یک محلول یا مخلوط همگن آشنا شدیم، بریم ببینیم که چقدر حل شونده توی حلال حل میشه. وقتی شما گشنه‌این دوست دارین هر چی غذا دور و براتون هست بخورین. چرا؟ چون معدتون خالی شده و نیاز داره به غذا. باورتون میشه که آب هم همین جوریه و وقتی که جا داشته باشه برای هر جامدی ما میگیم که این محلول سیر نشده است و جا داره که حل شونده رو در خودش حل کنه. و وقتی که ما داریم نمک رو در اون میریزیم یعنی این که داریم غذا انگار بهش میدیم. به محلولی که هنوز میتونه حل شونده رو در خودش حل کنه میگیم محلول سیر نشده، یعنی همچنان جا داره که ما بهش نمک یا شکر اضافه کنیم. خب شما بعد از یه مدتی که غذا خوردین دیگه سیر میشین و دیگه معدتون جا نخواهد داشت، برای همین میگین دیگه سیر شدم. حالا در آب هم به همین شکله، تا یه مدت که نمک ریختیم دیگه به یک محلول سیر شده تبدیل میشه و دیگه نمیتونه نمک بیشتری رو در خودش حل کنه و بقیه نمک ها ته‌نشین میشن دیگه. چرا؟ چون دیگه آب سیر شده، یک محلول سیر شده داریم. پس محلول سیر شده چی میشه؟ محلولی که دیگه نمیتونه حل شونده رو در خودش حل کنه. اما باید حواسمون باشه که باید مقدار آب ثابت باشه، دمای آب هم باید ثابت باشه و مشخص باشه. به این مقدار حل شونده که در دمای مشخص و در مقدار مشخصی از حلال حل میشه میگیم انحلال پذیری. پس به مقدار حل شونده در 100 میلی لیتر آب یا 100 گرم آب فرق نمیکنه، در دمای 20 درجه میشه انحلال پذیری. همینجا زیرش خط بکشید و انحلال پذیری براش بنویسید. تعریفش رو نوشته اما اسمشو و کلمش رو براتون نگفته، شما همینو کلمه رو اضافه کنین به کتابتون. حالا برگردیم به همون سوال، چه مقدار حل شونده رو میتونیم در آب حل کنیم؟ پس بستگی داره به مقدار حل شونده، مقدار حلال و دمای حلال. در واقع ما اومدیم همین الان هم باز انحلال پذیری رو تعریف کردیم، اینکه چه مقدار حل شونده در چه مقدار حلال در دمای مشخصی حل بشه میشه انحلال پذیری.
حالا چرا این همه تاکیدمون روی دماست؟ مگه دما تاثیر داره میزان حل شدن؟ یا اگه تاثیر داره چه تاثیری داره؟ حل شدن رو زیاد میکنه، کم میکنه، اصلا تاثیری داره؟ اینو میریم یه استراحت میکنیم و توی کلیپ بعدی مفصل راجبش حرف میزنیم.